قیمت اینا بود 26,500. فعلا ما میفروشیم 23,000. 23,000. نه 16 موتر 15 موتر بود، کلش 2012 و 13 است. همین قطار تنها دمی راسته یک دانه 2022 جرمنی ساخته. مثال ماشینش یک توربو داره دیگه، آپشنش خیلی بالاست و صدای بسیار آرام داره. موتر نوارد است. امپیر سرعتشون 28,000 کیلومتر گشته. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امید است که جور و صحتمند و سر حال باشید. خوش آمدید به گزارش جدید و ویژه ما. امروز ما آمدیم در بازار موترهای باربری. خواستیم که برای شما عزیزان یک گزارش داشته باشیم از نرخ و نوای موترهای باربری. ببینیم که موترهای باربری نرخ‌هایشان بالا رفته یا پایین و کدام نوع موترها در اینجا وارد شده. اگر شما قصد خرید موتر باربری دارید، پس این گزارش دقیقاً به درد شما میخوره. پس تا آخر برنامه ما را بیننده باشید. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. انشاءالله صحت شما خوب است. تشکر، سلامت باشید. بیایم روی موترها ببینیم که کدام موترها جدیداً وارد شده و در کدام نرخ است. از این موتری که پولیش هستیم شروع میکنیم که کدام مدل است. این مدلش 2013 است، نوارد است. کلید قزاقستان است، مکتوب است، موصول شده، در افغانستان نگشته. مدلش 2013 است. مدلش 2013. قبلا قیمت اینا بود 26,500. فعلا ما میفروشیم 23,000. 23,000. یعنی در کل نرخ موترها پایین اومده. بله. بسیار خوب. این موترهایی که در اینجا وجود داره معمولا کلش چلیده خارج است. کلش چلیده خارج، نوارد منتها ماشین اونم بسته خود ما کمپانیش است. ما دست نمیدیم، فقط یگان داغ و یگان چیزا داشته باشه ما رنگ میکنیم خلاص دیگه. حالت خودش است. ماشاءالله خیلی عالی. موتر بعدی اینا فرق میکنه یا هر یعنی جمله 16 موتر 15 موتر بود، کلش 2012 و 13 است. همین قطار تنها دمی راسته یک دانه 2022 ماشاءالله که او قیمتش در فابریکه فعلا 65,000 دلار است. ما اینجا در 40,000 42,000 خوب. یکم بیشتر در مورد از این موترها معلومات بدین که اینا چند گیره است، وزنشان چقدر است، توانایی چقدر وزن اینا داره؟ اصلا 15 تن میگه، در قانون همونجا هم 15 تن بار میکنه به نام کمازای سوپر 15 تن. 15 تن. اینا کلش یک مدل است. همین 12 و 13 و 11 است. بسیار. تن اون دو قسمت باز یک دانه 2005 داریم. باز مردم ما زیاتر هم ساده را خوش میکنه، مدل های پایینه. مدل های پایین دیگه. بله. کارکردش یک ذره بهتر است.
باز مصرف از این موترها چه قسم است؟ اینا دیگه کامازا بالعموم کلش 8 سلند دیزل است. 8 سلند دیگه مردم راضی است و زیاد از این استفاده میشه. در مناطقی کار میکنه کل زیادتر کاماز است. بیشتر همین کسایی که برای ما پیام میتن و که از نرخ موتر از ما پرسان میکنن وظیفهشون در کاماز دیگه نمی بدخشان است. فعلا از 19000 که او را 13 تونه میگن شروع است. فعلا تا 24000 23500 25000 در بازار خرید و فروش میشه، چی باربریش چی دمترکش. بسیار بسیار منتها ما مشتری ما که اینمی موترها مکمل هر کدامش بگه برش چالان میکنیم، سعی کنه طراحی کنه، خوش آمد ما بگم. بسیار بسیار خوب. همون تو کم کم بریم که همون موتر مدل 2022 یک بار ببینیم که این چی آپشن ها داره، دیگه چی تغییراتی نظر با موترهای مدل پایینش داره. همین رنگ آبی است فکر کنم. رنگ آبی است، مدلش 2022 است. این موترها بسیار تغییرات داره نظر به موترهای کاماز مدل پایین. این کل سیستم از این عین اکتروز وارد جور شده، سرد کن داره، گرم کن داره، دیگه تغییرات زیاد است. چند گیره می باشه این موترها؟ این موترها 8 گیره است. 8 گیره است. بله. 8 گیره نظر به مو کارکرد رنگ کمپانیش است، بسیار کم گشته. نفری که آورده بود فکس تا این مزار شریف برش تمام شده که محصول فکس 45000 دلار تمام شده. اما فعلا در تاوان سودا میشه. خب فعلا میره چند نرخ کردین؟ فعلا همون صاحبی که فعلا مربوط شد 45 بای میکنه، 42000 شد، 40000 هم بده. 40000. خب معمولا دیگه خرید از این موترها بسیار کم است. اون کم هم است، وقت خریدش کم است. مردم ما شما اقتصادش بقدر چیز نیست. هم موترهای 2006 2005 2007 زیادتر خوش میکنه چون نتیجه دادم. بله. بیرون یک چند تا موتر است ما را. این موترهای بیرون که است اینا را به خاطر باربری جور میکنه. این موتر نیستش به حساب جرمنی لگانده، فرمش دراز کرده دیگه. اینی آماده تانکر بزنه، بادی بزنه، این آماده امروز دیگه. اینه دیگه ماندن به دست خود مشتری که اونا چی جور میکنه. با ذوق خود چی جور میکنه. اونو پالیش که است، اون موتر اون وام باربری است. او دیگه دل نفر که دمترک جور میکنه، دلش که بادی میزنه، او اختیار خودشه. قیمت از چند است؟ این موتر دمی حالتی که است تنها 6000 دلار ایسه و فریم ایناش مصرف کرده. قیمت این موتر فعلا در حال حاضر که موجود است فکس 28000 دلار. 28000 دلار قیمت از این موتر است. مدل از چند میباشه؟ مدل از 2012. 2012. ایش هم مدلش 2012 است. این قیمتش هست فعلا 22500 دلار. 22500. و اون موتر هم این سامان میگه سویچ باکس از اون فایبری است. سیستم جرمنی است، گیربکس ایناش. این موتر قیمتش هست 21000 دلار. 21000 دلار. این دروازه‌اش باز است که داخلش باز است. هیچ مشکل نداره. این موتر هم اینم خیلی ببینیم باز میگه. مدلش 2013 است، یا هم خوب موترک است. بسیار خوب. دیگه این داخل ایش هم میکنه آزاد مشکل نداره. بسیار خوب. این همون موتری است که مدلش 2022 بود. بله مدلش 2022. نام خدا آپشناش بسیار فرق میکنه نظر دیگه اینه با سیستم کل چیزی با سیستم موترهای جرمنی ساخته. مثال ماشینش یک توربو داره، دیگه آپشنش خیلی بالاست و صدای بسیار آرام داره. موتر نوارد است. امپیر سرعتشون 28000 کیلومتر گشته. 28000 کیلومتر گشته. 28000 گشته. قیمت از این رو هم گفتن که قیمت از این خود در اونجا بسیار قیمت است. کسی که آورده 45 برش تمام است. فعلا صاحبش بای میکنه 42000 40000 41000 دمین خانه سودا میشه. بسیار خریدارش باشه دیگه. این موترها دیگه خریدارش یگان نفر خاص شوقی بخره. زیادتر مردم موترهایی که ارزان باشه، اقتصادی باشه از اون استفاده میکنن. بسیار خوب. دیگه همون کسایی که در معدن کار میکنن و فعلا کار معدن بدخشان و تخار کمی رشد کرده، بیشتر کسا همین موترهای کامازی روسی بالعموم تخار و بدخشان میزنن.
دیگه اون راستی بعدی خیلی میریم ببینیم که داوود راسته کدام موتر. درست است. این موتر هم فکر کنم جوری از او است یا رنگش آه. یک قسم است، مدلش فرق میکنه. مدلش فرق میکنه. این جان مدلش 2012 3 ولتش هم رقم پلاستیکی آمده. خب 8 گیر است. بسیار خوب. دیگه 2 سیت است. این برای باربری استفاده میشه. بسیار خوب. دیگه موتر نو است. جنگ کمک داره. کمک شستی داره. فرمش دراز است. این موتر باربری است. قبلا این موتر $30,000 بود، حالا فعلا 26,000 دلار. این دمترک نیست، باربری نه، این است. باربری است جان. این در باربری استفاده میکنه. بسیار خوب. رنگ کمپانیش است، تنها یک پمپراش رنگ شده بس. بسیار خوب. این دیگه این موتر از اون جمله موترهای 2012 و 13 اینا نرخایش هر کس که انتخاب بکنه این موترها در خدمتش چالان کنه، طراحی کنه، هر کدامش خوش آمد ما در خدمت. نرخا اونمو 23 23 و نیم 22 نیم نظر در موافقه و جور آمد است. بسیار خوب. تخفیف میتیم نظر با دیگران. بسیار خوب. باز کسی که آمد و خریدار واقعی بود باز کم و بیش تخفیف چرا شما نه؟ دارند. حتما. این موتر بعدی همین موترها مکمل عمومش. 14 دانه بود کلش، نمی یک مدل آمده. یک مدل آمده 12 13 دما نرخش یک نرخ است. یک نرخ است، فرق نمیکنه. آپشناش هم فرق میکنه یا نه کلش یک چیزه؟ هیچ چیز فرق نداره، کلش یک چیز است. تایر و ماشین و ایسا و کلش کشتیش کلش یک است. از اون موترکایی که 18,000 و 17,000 و 19,000 میشه فعلا ما نداریم، درا داریم تا الان نامرده. بسیار خوب. در گزارش قبلی داشتیم که بعضی موترها بله. دیده 8,000 دلار. بله حالا فعلا درا داریم دیگه تا الان نرسیده. انشالله باز باز انشالله چرا در گزارش بعدی باز انشالله ما در خدمت. برام تصویر میکشه. و یک سوالی که بیشتر بینندهایی که از طریق یوتیوب ما رو بیننده هستن، بله. سوالشون این است که آیا این موترهایی که شما وارد میکنین این را به قسم قسط فروش دارین یا خیر؟ اتنا سال معامله فعلا نقد است؟ سابقا معامله میکردیم، حالا فعلا شرایط شده که این پیسه را که نفره که برد فکر بکنه از خودش از است خودش است. دیگه. معامله حالا یه ذره اه، جنجالی است. نه ما نقد میخریم نقد میفروشیم. بسیار خوب. بسیار خوب. دیگه معامله مکمل نقد است. بله بسیار معامله خوب. نقد. بسیار خوب. یک جان سپاس از اینکه وقت دادین و سلامت. نرخ موترها رو برای ما گفتین. جور آرام باشید. خیر باشید. سلامت باشید. بیننده عزیز، قسمی که بیننده گزارش ما بودین، ما امروز آمدیم در یک از موتر فروشی‌های شهر مزار شریف که بازار موترهای باربری است و اگر شما قصد خرید موتر دارین دیگه دقیقاً گزارش به درد شما میخوره. تشکر، سلامت باشید.